गिरे छेड़ने लगा। Come and apologize. Come. Okay, boss. What did you do, huh? How you behave? Sister, sorry. Excuse me, ma'am. Excuse me, ma'am. Sorry, sister. So sorry. माफ कर दे यार। Surprise, motherfucker. شما در خوناتون هم تره که یه نسکیره میوین یه تی دیگه شنه یه پرشا میوین یه تی دیگه شنه ما گستفکا که دگیم که خونگی ما بیوان یه پر نسکیره شنه مثلا این تیک توک ای می افرش کمشه یه برای من میونشا با ایدوال میکنمشه کسی of ایدوال میکنشه такова правила. Правильно это. از پنجره داری نگاه با دون تو چشمانی سیاه مشکنم اپاجون میبخشی اکا کشتیش ای دامه دست روز نکده ای پروسا دست شده بینیش دو دیدی مشهوری اکا یه بار دیگه سلام علیکم بردارای عزیز میخوام یه گپ بگم همین بعضی استودنتایی که با میسلی ما ایدوری دارین ایدوری خشلوقین پایانتر میگو کم تر قنات را پس کنین بردارای عزیز که این تایکش هم بوی دشترک میکنن بعضی ها با همون خاطر چی گفتنیم ولی تحت بکن معتاد خری سایچو را فروختگی تر داخل کدگه برا سر تخم که درس بخون اوخی بعضی تر در رو میبینی اوخی توبه کدم خدا اکا همیا کاستم بروکا پوشیده باور که سلام کنی او را گاوزن چوکدی براتان سون بوک نیست بیا گونجو بشید توبه کدم خدا اتاک سایرت تنش بوی رولتون میکنه به همون خاطر بیا ای با کمترک مردونه رفتار میکنیم را رو دا خوشلوک بخونیم باز بخونید توی بیا شدی رسیه پسیام و کلچید برادرو سریوز نمیگم تو نه اینا ما نخوندیم چی دیم بلوگر بچو چیستونا بیوه ای پاس بولو خرگاره کیمگا بچو ورزاو دا یارشکو حال مشینه شبا ورزا میرم آدم شدن آسان است عالم شدن مشکل است بچو چیستونا بیوه چوکاری اما کیمگا یارشکو برادرای وانجی حال مشینه پنجی بالا تماشا مهرمه بچو چیستونا بیوی خشتومنو دخسرود چی میشه یارشکو حال مشینه خودش کرا لیوا میرا لیوا Dop, yes, double, yes, dop, yes. من خط دیگه زندگی نمیکنم بشی خطمون تلفن ما رفتم مرد رفتستم فهمیدستی؟ اینا من سوکاما گرفتم رفتستم من برامدم اینا من که انیق میرم پاپشوما پوشیدم
شوخی کردم. آه تو شوخ دخترای یاش بس کنید تو. Bomba bilen, bomba bilen. Dene gonda gelen, donda gelen. Dene göste badande badot ekana. هموطنان عزیز، این ویدیو обращение من برای همه شما عزیزان دل. وقتای آخر در صفحه های شبکه های اجتماعی هر گونه گپ و ویدیو و عکس های اغواانگیز نسبت من پهن میگردد که واقع ندارد. ولی من اقرار میشوم که چند سال پیش جوان بودم و هر گونه ویدیو و عکس ها و سخنهای قبیح میگفتم و با مرور ایام خطای خودم را فهمیدم و پشیمانم هستم. بله پشیمانم هستم به خاطری که من یک زن هستم، دختر تاجیک هستم و دختر تاجیک این گونه رفتار و این گونه سخنها از آداب دختر تاجیک دور بوده است. یعنی دوستان عزیز، من تمام ویدیو و عکس ها و سخن هایی که قبیه که میگفتم از صفحه خودم کور کردم و چند سال پیش من خیلی دختری لاغر بودم و خودتان هر یک انسان با مرور زمان و سال به سال دیگر می شود. این رو خودتان میبینید و معلومات از یوتیوب، فیسبوک از این صفحه ها ندارم. هر صفحه در فیسبوک و یوتیوب هست آنها قلبکی هستند. من تنها یک صفحه دارم در شبکه‌های اجتماعی، این اینستاگرام است. من هر یک عکس میگیرم، ویدیو میکنم، در صفحه خودم در اینستاگرام خودم میگذارم و از هموطنان عزیز، از همه شما عذر میپرسم به آن خاطری که یگان سخن قبیح گفته باشم یا اینکه یگان ویدیوی من به عزت نفس شما رسیده باشد. از همه شما عذر میپرسم و کوشش میکنم که در آینده در توی و معرکه ها با لباس ملی خود که زیبی هر یک بانوی زیبای تاجیک است و برنمایم و احترام آن را داشته باشم. من از کارمندان حفظ حقوق اظهار و سپاس و مینه‌داری خود را بیان میکنم که راه کج و بی‌آدابی ما جوانان را سری وقت میگیرند. و دوستان عزیز، در آخر گفتنیم که به همه صنعتکاران، به همه بلاگران، به همه گلدخترانی که در شبکه‌های اجتماعی کار و فعالیت میکنند و آنها گفتنیم که باید ما یک طوری باشیم که در آینده جوانان از ما عبرت گیرند. در توبه خداوند همه وقت برای بنده اش باز است و من از فرصت مناسب استفاده برده میخواهم یک زنی با آداب، با معرفت، خوشگفتار، خوشرفتار باشم و یک زنی باشم که نامبردار ملت خود، نامبردار عائله خود باشم. باقی در امان خداوند باشد، خداوند نگهبان باشد، خداوند همه وقت تاجیکستان ما همه خیلی تنج و آسوده باشد.